ما 3 سال یه رئیس جمهوری داشتیم هر چه دستاورد داشت تحقیر شد. شهید عزیز کار میکرد مسخرش میکردن، صحبت میکرد مسخرش میکردن، جهاد میکرد مسخرش میکردن. توی این کشور خاموشی ها رو به صفر میرسوند، مسخرش میکردن، گفتن برق به چه درد ما میخوره. توی برخی از امور مثل برنج ارزون شد و مسخره کردن. ایشون میامد به یک نیروی معمولی دلش سوخته بود گفت تو نهار خوردی، مسخرش میکردن. من جدیدن یه خاطره از ایشون خوندم خیلی سوختم. کتابی است به نام هارداسان جدیدن نوشته شده. این خاطره رو که من ازش خوندم به معنی واقعی کلمه سوختم. از همراه ایشون میگه اکثر روزا آقای رئیسی روزه بود، خودش روزه بود و به بقیه گفته بود نهار خوردی. خودش روزه بود و افطاری نمیخورد. خودش به فکر آسایش مردم بود، خودش آسایش نداشت و اینجوری مسخره شد. ببینید بزرگواران چجوری میتونه جای جلاد و شهید عوض بشه؟ چجوری میتونه یه رئیس جمهور که سطح سوادش با سوادترین فرد توی ایرانه، هم مدرک دکترای دانشگاهی داره، هم آیت الله توی دروس حوزه، میشه به این بگی 6 کلاسه، جای جلاد و شهید اینجوری عوض میشه؟